با مقصد سریع و با صفت انجام دادن شودگاری بروقتی، مسئولین خوجگی دهخانی اسدالله ناحیه خراسان تکنیک‌های پراقتدار ساحه از جمله تراکتورهای تسمه‌چرخ را استفاده می‌برند که برای نشأونمای خوب زراعت کشاورزان مساعدت می‌نماید. در ناحیه خراسان طی سال‌های اخیر با استفاده از چنین تکنیک‌ها شودگاری با صفت گذرانده شده، دهقانان به گرفتن حاصل فراوان محصولات گوناگون نائل می‌گردند. امروز این روند قریب که در همه خوجگی‌های دهخانی ناحیه به راه مانده شده، شودگار طریق چنین تکنیک‌های پراقتدار با چخوری بیش از 40 سانتی متر رسانیده می‌شود که این عامل بهره مستحکم گردانی ترکیب خاک و نابود گردیدن ریشه‌های علف‌های بیگانه می‌گردد. سخشوی زمین در وقت جفت کردن با تراکتور تسمه‌چرخ دیده نمی‌شود. از 8 تا 10 سنتر حاصلناکی زیاد می‌شود و خصوصیت‌های بیولوژی، فیزیولوژی خاک خوب می‌گردد. در تمام خوجگی‌های دهخانی انفرادی فرمری باید که تراکتورهای تسمه‌چرخ استفاده برده شود. تراکتورهای تسمه‌چرخ قابلیت استوار داشته می‌تواند در همه ریلیف‌ها و شرایط اقلیمی گوناگون شودگاری با صفت نماید. متخصصان ساحه کشاورزی شودگار با تراکتورهای تسمه‌چرخ را در بلند گردیدن حاصل همه نمود زراعت‌ها معنی داد می‌کنند. از این رو در ناحیه جهت زمینه‌گذاری برای فراوان حاصلی شودگاری بروقتی توسط تکنیک‌های تسمه‌چرخ بیشتر به راه مانده می‌شود.